سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با آموزش کوکی شکلاتی که یه بافت خیلی نرم و خوشمزه‌ای داره. بسیار هم راحته. برای این کوکی ما نیاز داریم به کره‌ای که نه خیلی باز شده و نه خیلی سفت هست. بافتش نرمه. یه دونه تخم مرغ، ترجیحاً پودر قند، شکلات چیپسی نسوز، آرد و بیکینگ پودر و مقداری وانیل. بریم که با هم درستش کنیم. اول از همه کرمون رو با پودر قندمون یا پودر شکرمون مخلوط میکنیم تا بافتش کرمی و کشدار بشه. بچه‌ها ببینید هنوز به اون درجه‌ای که میخوایم نرسیده. انقدر اینو هم میزنیم تا کرمی و کشدار بشه و اینکه شما میتونید توی همزن کاسه‌ای هم بذارین، هیچ مشکلی نداره. من به خاطر اینکه بعضی از دوستان گفتن همزن کاسه‌ای ندارن، با همزن دستی درست میکنم. با همزن دستی هم همون کیفیت رو بهمون میده. بچه ها حتما چند باری دورگیری کنین کارتون رو. حتی اگه توی همزن کاسه‌ای هم میذارین بازم نیازه که دورگیری بشه. به مرحله‌ای که دوست داشتیم رسید. بعد از این مجدد دورگیری میکنیم. به موادمون وانیل اضافه میکنیم. و توی این مرحله بچه‌ها تخم مرغ رو یک دفعه‌ای اضافه نکنیم به مواد. خیلی کم کم و آروم آروم تخم مرغ رو اضافه که تخم مرغ رو مخلوط کردیم مجدد دورگیری میکنیم و شکلات چیپسی هامون رو اضافه میکنیم. بچه ها اگه دوست داشتین توی این مرحله میتونین گردوی خرد شده رو اضافه کنین. خیلی کوکی رو خوشمزه میکنه. من چون نداشتم این سری استفاده نکردم. شکلات هامون هم اضافه میکنیم، آروم مخلوط میکنیم. من اینجا مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو دارم که الگ کردم. این مخلوطم کم کم طی چند مرحله اضافه میکنم. خیلی نیازی نیست که بچه ها هم بزنین، فقط در حد اینکه آرد با موادمون مخلوط بشه.
بچه این خمیر اصلا نیازی به ورز دادن نداره. خمیرمون آماده شد. الان اینو من انتقال میدم به کیسه فریزر و میذارمش توی یخچال 2 ساعت استراحت کنه. بعد از 2 ساعت در میارم، به چونه های دلخواه وزنی که دوست دارم تقسیم میکنم و میذارم داخل فر. بچه این خمیر رو تا 2 الی 3 ماه میتونین داخل فریزرتون نگهداری کنین، هیچ کار نمیشه. هر وقت دوست داشتین میتونین خمیرتون رو در بیارین و استفاده کنین. خب بچه ها اینم از خمیر کوکی ما که میخوام بذارمش داخل یخچال 2-3 ساعتی استراحت کنه تا کرمون خودشو بگیره و وقتی که خمیر رو میذاریم داخل فر خشک نشه. اگه همین الان بخوایم اینو بذاریمش داخل فر یه کوکی خیلی خشک بهمون میده و اون حالت تردی و نرمی رو نداره دیگه. ویدیو بعدی ما بچه حتما نگاه کنین چون من میخوام با این خمیر یه کیک بروکی خیلی خوشمزه درست کنم که این روزام خیلی ترند شده. آموزش کیک بروکی رو حتما تو ویدیو بعدی میذارم واسهتون. لایک فراموش نشه.